سلام عزیزان، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. امروز میخوام یک نان سیب خوشمزه، الانم که فصل سیب هستش و در کنارش یه دمنوش سیب درست کنیم و یه عصرونه خیلی خوشمزه هستش برای بچه ها. اینجا ما داریم 4 تا لیوان آرد، 5 تا قاشق غذاخوری شکر و یک قاشق چای خوری هل که اینجا من خامه منجمد شده رو بهش اضافه کردم. یه بسته خامه منجمد شده داشتم و خوردش کردم و استفادهش کردم. یه ذره مزه خمیرمون رو خیلی عالی میکنه. حدود 2 قاشق غذاخوری هم کره داریم. برای چی میگم خامه رو منجمد کنیم؟ برای اینکه به وقتی که خامه منجمد باشه قشنگ ما بین آردمون قاطی میشه و تمام آرد مزه خامه به خودش میگیره. این سلیقه‌ای هست، شما میتونید حذفش کنید ولی یه چیز خیلی خوشمزه ولی میشه. اندازه نصف قاشق چای خوری هم نمک داریم. 2 تا قاشق غذاخوری نشاسته داریم. نشاسته باعث میشه که خمیرمون سبک و لطیف بشه. همه مواد رو قشنگ ورزشو میدیم کره و خامه ها قشنگ تو خورد خمیر آردمون بشه. 2 تا قاشق غذاخوری ماست اضافه میکنیم. شما اگه ماست نداشتین میتونید از 1/4 لیوان شیر استفاده کنید و 2 تا تخم مرغ اضافه میکنم. بهتره که زیاد مایعات این خمیر زیاد مایع نداشته باشه، یعنی وقتی میگم 1/5 لیوان باید همون اندازه، زیاد نباید باشه. حدود 1 قاشق مرباخوری هم بیکینگ پودر اضافه میکنم. خمیرم رو حسابی ورزش میدم، قشنگ 1 دستش میکنم و میذاریم کنار تا استراحت کنه. همونطوری که میبینین قشنگ خمیر ورز کرده و قشنگ 1 دست هستش. این به خاطر اینکه من زیاد از شیر یا ماست استفاده نکردم. اگه شما مقدار شیر یا ماست رو زیاد کنین خمیرتون خیلی خمیری شکل میشه و اون تردی رو نداره. حالا میایم نوبت سیبامون. سیبا رو پوست میکردیم، شما میتونید پوست هم نکنه، از همینجوری برش بزنی استفاده میکنید، چون که در 2 حالت میشه این نان سیب رو درست کرد، هم با پوستش و هم بدون پوستش. و من چون که میخواستم یه دمنوش خوشمزه ازش درست کنم دوست داشتم پوستش رو بگیرم. اینجا مهم نیست شما از سیب سفید فقط استفاده کنید، زرد استفاده کنی یا سیب قرمز، از هر 2 تا سیبا استفاده میشه کرد، چون الان دیگه فصل پاییزه و سیبای دماوند خوشمزه ترین سیبایی هستن که من دوست دارم و استفاده میکنیم. من خودم برای اولین بار یه دمنوش سیب رو برای اولین بار استفاده کردم. فکر نمی‌کردم اینقدر خوشمزه بشه، چون که خیلی مزه و طعم خیلی خوبی رو میده. پوست سیب، تا حالا من خود از سیب رو بیشتر استفاده کنم، ولی از پوست سیب هم وقتی سیب رو خوب بشورین پوستش رو به عنوان دمنوش استفاده کنید خیلی طعم و مزه خیلی عالی رو میده. همونطوری که میبینیم من این پوست سیب رو میذارم توی قوری و اینجا از توی آموزش خودم داشتم که لیموی نبات یا لیمو با عسل رو آموزش داده بودم که لیمو برای زمستون، برای سرماخوردگی که خاصیت خیلی زیادی هم داره. چند تا دونه از همین لیموهایی که قبلا آموزشش رو داده بودم هم بهش اضافه میکنم و حدود 1 قاشق الی 2 تا قاشق غذاخوری هم بهش زعفرون، این لیمویی که قبلا درست کردم، آب جوش رو بهش اضافه میکنیم.
شما میتونید یه مقداری نبات هم بهش اضافه کنید برای حالا طعم خوشمزه تر کردنش. میتونین هل بذارین، میتونین زعفرون استفاده کنین، اینا دیگه سلیقه. حتی میتونین چوب دارچین هم بهش اضافه کنین. اینا طعم دهنده هایی هستن، هم گرمی هستش هم خوشمزه میکنه دمنوش. میذاریم دمنوشمون که دم بکنه. سیبا رو خب وسط حرفای ما هم که یه زنگ خورد مجبور شدم جوابشو بدم و سیبا رو برشای نازک میدیم. ظرافت سیب هرچه بیشتر باشه نان سیبمون، یعنی اون سیبا قشنگ راحت‌تر پخته میشه و نرمتر میشه. اگر دوست دارین یه ذره سیبتون سفت‌تر باشه در حین خوردن، میتونین ضخامتش یه ذره بیشتر بکنین، ولی هرچی نازک‌تر باشه سیب سریع پخته میشه و نرمتر میشه داخل نون سیبمون. همونطور که میبینین ظرافت سیب و برشامون در همین حده. شما میتونین سیبا رو نگینی کنین، مهم نیست. میتونین حتی پورش کنین اگه دوست نداشته باشین این شکلی باشه. من اینو حتی به صورت تارت سیبم میتونین در بیارین. از این خمیر میتونین پای سیب درست کنین، تارت سیب درست کنین، یا به حالت نان سیب درستش کنین. میگم اینجور شیرینی ها رو ما به هر جوری که دوست داریم، خودمون دوست داریم انجام میدیم. من کلا هر جوری که خودم دوست دارم انجام میدم، زیاد تو قوانینش قرار نمیگیرم. سیبا رو توی ظرف میذارم، دارچین میریزیم، مقدار دارچین دیگه اینجا دل بخواهیه، هرچی بیشتر خوشمزه تر. دارچین رو به اندازه کافی میریزیم، اونم سلیقه‌ای هستش، زیاد و کمش هم با خودتونه. دارچین میریزم، یه قاشق مربا خوری، خیلی زیاد نیست، برای اونم برای تفت دادن و خوشمزه تر کردن سیبه. کره اضافه میکنم، یه مقداری هل بهش اضافه میکنم، اون حدود نصف قاشق چای خوری، و هم یک قاشق غذاخوری پودر شکر یا پودر قند اضافه میکنیم. حالا میتونید شما از شکر خالی استفاده کنید. من از پودر استفاده کردم که سریعتر ذوب بشه و آب بشه. اینجا برای اینکه آب سیب گرفته بشه، چون که سیب برحال الان خوب حسابی پخته نشده، در حد اینکه در حد نرم شدن ما گذاشتیمش، میایم یه قاشق غذاخوری نشاسته بهش اضافه میکنیم و یه قاشق غذاخوری گلاب بهش اضافه میکنیم. نشاسته رو برای چی ما ببخشید اینجا با 2 تا قاشق غذاخوری نشاسته اضافه میکنیم. نشاسته رو گفتم برای اینکه آب سیب رو به خودش جذب کنه و یه حالت ژلاتینی به خودش بده و برای اینکه توی خمیر آب نندازه، چون که اگر این نشاسته رو نندازیم توی خمیرمون آب میندازه و خمیرمون رو خراب میکنه. خمیرمون رو که گذاشتیم یه نیم ساعتی استراحت کنه، بازش میکنیم. قشنگ صفحه کانتر یا صفحه کارتون رو با آرد بپاشین. توی پاشیدن آرد به قول میگن چی، دست و دلبازی کنین. هرچی بیشتر آرد بپاشین خمیرتون خیلی راحت تر باز میشه و شما رو اذیت نمیکنه. بعضی وقتا من خودم تو پاشیدن آرد یه ذره خساست میکنم، چون که میگم که آرد کمتری به خودش جذب کنه، یه ذره به کار من سختی میده، ولی آرد کمتری به احساس میکنم بگی کم آرد بریزم بهتر از اینکه بیشترش کنم، ولی سعی کنید دست و دلبازی کنید. حالا سیبای پخته شدمونو مواد رو میذاریم روی خمیرمون، گوشه ابتدای خمیر میذاریم. برای برش دادنش شما میتونید از وسایلی که داری، حتی با چاقو میتونید برش های ساده، حتی برش ساده هم نداشتین یه مقداری گردو هم بهش اضافه میکنیم. شما میتونید مثلا یه رول خالی حالت رولش کنین،
دارچین هم بهش اضافه میکنم. من میگم دارچین دوست داشتنیه، یعنی شما اگه دوست دارین روش دارچین اضافه کنین، دوست نداشتین اضافه نکنین. من چون که دارچین رو خیلی دوست دارم و مزه خوبی به سیبامون میده، دارچین بیشتر استفاده کنم. من از این دستگاه ها استفاده کردم. شما میتونید از چاقو استفاده کنید، یه برش های ساده بهش بدین. حتی میتونید خیلی ساده رولش کنین، به صورت یه رولت ساده درش بیارین. این دیگه حتما خودمون رو درگیر وسایل میخوام بگم نکنیم. هرچی تو دستمون باشه، شما با هر سلیقه‌ای که میتونین شیرینیتون رو قشنگ و زیباش کنین. رولش میکنیم که گوشه هاشو جمع میکنیم و میذاریم توی سینی. حالا میریم سراغ یکی دیگه از خمیرامون. این خمیر رو شما میتونین تارت سیبش کنین، یعنی توی ظرف یا توی مایتابه‌ای که ارتفاع کوتاهی داشته باشه، قشنگ خمیر رو باز کنین، کل سطح مایتابه رو بپوشونه و این سیبا رو بذارین روش و یه حالت نواری روی سیبا بکشین و یه تارت سیب یا پای سیب درست کنین. حالا میگم اگه وسایل نداشته باشیم، ساده ترین راه حلش اینه که میایم سیبا رو وسط خمیر میذاریم، گردو دارچین بهش اضافه میکنیم و کنارهای خمیرمون رو برش میزنیم و حالت بافت درست میکنیم. این زیباترین و ساده ترین مدلیه که توی خمیرامون میتونیم داشته. خمیرمون رو برش میزنیم از کنار. این ساده ترین راه هستش و آسون ترین راه هستش، یعنی هیچ سختی نداره و هیچ ابزار خاصی نمیخواد. اگر ابزاراشو داشته باشین، چون که الان برای مدل دادن به خمیر و طرحدار دادن به خمیر اینقدر ابزارهای قشنگ و زیبایی هستش که دیگه آدم احتیاجی به فکر کردن اینی که نداره که حالا چه مدلی درستش کنم، چون که واقعا اینقدر وسایل زیبایی اومده که آدم دوست داره استفادهشو بکنه. خمیر رو خیلی راحت برش میذاریم کناراشو و حالت گیز بافتش میکنین. حالا شما یه ذره منظم تر از من باشه، چون اینکه من یه کمی امروز نمیدونم حالا چرا یا خسته بودم یا اینکه درگیریام زیاد بود، یه ذره بی‌دقتی کردم توی این یکی خمیرم، ولی خمیر دومم امیدوارم خیلی تمیزتر و قشنگتر براتون درستش کنم. خمیرا رو میایم رومال میکنیم با یک عدد تخم مرغ. حالا شما اگه دوست دارین فقط از زردش استفاده کنین، دوست دارین از جفتشون یا فقط سفیده، من همیشه از جفتشون استفاده میکنم. بعضی احتمال داره که از بوی تخم مرغ زیاد خوششون نیاد، فقط از زردش استفاده میکنم. ولی زرد طلایی رنگش میکنه و سفیده اونو براقش میکنه. میایم با کنجد اونو تزیین میکنین. شما میتونید با هر چیزی که دوست داشته باشین تزیینش کنین یا با همون سادگی خودش بذارین که با همون رنگ طلایی و براق تخم مرغ خوش رنگ تر بمونه. حالا اومدم با تمام آرامش یه ذره خمیرم رو مرتب کردم و برش ها رو یه ذره منظم تر. حالا شما یه ذره میگم به سلیقه‌ای هستش و یه ذره با حوصله تر، نمیدونم حالا از خستگی شاید من چون که مریض هستم حالا به خاطر این ویروس‌های شدیدی که ما داریم آدم یه ذره بیحال میشه، ولی دوست داشتم با این اوضاع احوال خودم کار فیلممو تموم بکنم. درسته یه ذره این دفعه نامنظم شد، ولی شما به بزرگی خودتون و به زیبایی روحتون امیدوارم منو ببخشید و تحمل کنید. حالت گیس بافتش میکنیم قشنگ. یکی خمیرمونم میذاریم توی سینی و
با تخم مرغ رومالش میکنیم، تزیینش میکنیم و درجه فر ما حدود 180 درجه هستش. 45 نیم ساعت الی 45 دقیقه زمان میخواد. کنارزی از میتونید تشخیص بدین قسمت پایینش طلایی تر رنگ شد، یعنی احتیاجی نیستش که زمان بهش بدیم و قسمت بالاش رو حدود 5 دقیقه گریل بهش میدیم و طلایی بشه روی خمیرمون. این هم از نون سیب ما که واقعا یه نون خیلی خوشمزه ترد و بیسکویتی شکله. میگم اگر شما مقدار شیر رو زیاد بکنی به حالت خمیر میشه، شکل نان به خودش میگیره، ولی وقتی مقدار مایعات رو کم بکنی حالت بیسکویتی به و ترد و خوشمزه میشه. امیدوارم تمام دستورات رو به دقت انجام بدین و یک عصرونه خوشمزه برای بچه‌های خودتون درست کرده باشین. خصوصا الان دیگه فصل سیب و هوا هم سردش، دارچینم خیلی میچسبه به آدم، به بدن آدم گرمی میده و برای بچه‌ها خیلی مفید و خوشمزه هستش. همونطوری که میبینید قشنگ به نون سیبمون قشنگ طلایی و برشته شده و اینم دمنوش پوست سیبمون که خیلی خوشمزه است. میگم پیشنهاد میکنم یک بارم شده این دمنوش خوشمزه رو درست کنید. امیدوارم از آموزش من خوشتون اومده باشه. نوش جان، به امید دیدار.